سلام دوستان، من سعدی و این زبانمون از سینک. امروز ما با شما انگلیسی با فیلم فاست 9 یعنی که فرساج رو می‌آموزیم. پیش از برآمدن تریلر اساسی در تیزر تریلر دومینیک با پسر خود میگوید Drive 6-inch extension. Driver 6-inch extension. اینچ چینکی امریکایی بوده و 2.4 سانتی متر تاجیکی برابر است، یعنی 6-inch extension با اسباب های ما کلیدی 14 میشه، یعنی به پسرش میگه با من کلیدی 14 رو ده و وقتی که پسرش با او کلید رو میدهد او از او میپرسد Are you sure? Are you sure؟ یعنی تو باور داری؟ Things change now that I'm a father. وضعیت دیگر شد. Now I am a father. من اکنون پدرم. I can't live my life a quarter mile at a time anymore. I can't live my life a quarter mile at a time anymore. من دیگر حیات خود را در یک چورک میل زندگی کردن نمیتوانم. در فیلم های پیشینه فارساش دومینیک یک عادت داشت که دوی میگفت من حیات خود را در همون چورک میل زندگی میکنم، یعنی وقتی که من در گونکه هستم، در پایگاه هستم، همون وقت من زندگی میکنم. I used to say I live my life a quarter mile at a time. I live my life a quarter mile at a time. I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters. For those 10 seconds or less, I'm free. مایل همچنین که امریکایی که برابر با 1.6 کیلومتر است و کوارتر مایل یعنی چورک میل در زبان تاجیکی 400 متر میشد. عادتاً گونکه هایی که پایگاه هایی که آنها میکنند در یک راه راستی 400 متر است. و بعد از آنی که او پدر میشد اقرار میکند که من دیگر این خیلی زندگی کردن نمیتوانم، برای که من مسئولیت دارم و که پدر شدم. Hi little Brian, I have a gift for you. Little Brian, I have a gift for you. برین خورد یا اینکه با کلو بگویم اگر برین چپ، من برای تو یک تحفه دارم. A gift for you، یک تحفه برای تو. Your daddy gave me this. دیدی با زبان کودکی پدر این را پدر تو با من داد. Your daddy gave me this. No, I'm gonna give it to you. It's for protection from what's coming. And now I'm gonna give it to you. Now I'm gonna give it to you. Gonna give it یعنی going to give. من نیت دارم که این را با تو دهم یا این را با تو میدهم. It's for protection. این برای محافظت است. From what's coming. از چیزی که آمدنی است، از چیزی که میآید. چی آمدنی است؟ سوالی مهم است. وین دیزل در اینستاگرام خود یک ویدیو با جان سینا پخش کرده بود و در آنجا با مخلصان گفت Someone who I've had the great pleasure of working with. Someone who I've had the great pleasure of working with، یعنی کسی که من بسیار از کار کردن با او لذت بردم. I've had زمان present perfect است، یعنی I have had با شکل پورا. زمان present perfect خاصیتی دارد که زمان گذشته را با حاضر پیوست میکنند، یعنی اگر دومینیک میگفت که I had a great pleasure، من یک لذت خوب بردم، در اینجا معنی داشت که الان بود شده است و دیگر لذت نمیبرد. He has no any pleasure. و در اینجا دومینیک میگوید I have had a great pleasure، یعنی من از آغاز این کار تا حال از کار با جان سینا لذت میبرم و خواهم بود. John Cena is finally filming his last day. جان سینا عاقبت آخرین روز خود را فیلم برداری نموده ایستاده است. Finally filming در اینجا باز زمانی دیگر یعنی زمان present continuous یعنی زمان حاضری دوامدار استفاده شده است که he is finally filming و فیلم را نوبرداری کرده ایستاده است و حالا بود نکرده است، یعنی فیلم برداری او حالا دوام دارد، لحظه بوره دوام دارد. And I have to tell you world.
I have to tell you در اینجا استفاده شده است، یعنی من باید با تو دنیا گویم. باید در اینجا have to یا که سینونیم دیگرش فعل مدلی دیگری او must است. must اگر با متمتیکی گویم 100% است، یعنی you must to go، تو باید رای و تو از این کار گویم دست کشیده نمیتونی. و هنگامی میگویم که I have to tell you که you have to go، تو باید روی و تو میتونی که نروی. در اینجا must از همه مهم ضروریات 100% و have to ممکن 70-75%، یعنی تو میتونی کارو نکنی. و وین دیزل میگوید I have to tell you، من باید با شما گویم، یعنی دنیا من باید با تو گویم که When you see him in this movie, وقتی که تو او رو در این فیلم میبینید you will be blown away. موافق فرهنگ انگلیسی تو که blown away مفتون شدن، یعنی when you see him in this movie you will be blown away، یعنی تو مفتون میشوی. stop مینی مفتون نه، راستا مفتون میشوی، یعنی عاشق میشوی. و دوستان برمیگردیم با تریلری فیلم فارسش و میبینیم که جان سینا نقش کی را در این فیلم بازی میکند. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dom. Your whole life, you pushed yourself. تمام حیاتت، تمام عمرت تو خودت رو مجبور میکردی. Pushing someone معنای کسی رو مجبور کردن نداره که push yourself, push myself to be faster than Dom. یعنی از دام دیده تیزتر باشی. Smarter than Dom. Smarter than Dom. از دام دیده، از دمینیک دیده با عقلتر باشی. Stronger than Dom. But could you kill him? Stronger than Dom. از دام دیده با قوت‌تر باشی. But could you kill him? یعنی تو رو کشته میتونی، تو اومده که او رو کشی. Because I'm ready if you are. Because I'm ready if you are. برای که من اومدم اگر تو اومده باشی. ورون پیرس از همه قهرمان سرگرم‌ترین در این فیلم و از همه ترسانچک با اهل گروه میگوید So we're up against a master thief, ما ضدی یک دزدی کسبیم، assassin, high performance driver. Who is he? assassin and high performance driver. همین طور میگوید خیلی ما ضدی یک دزدی کسبی، یک قاتل و یک راننده درجه عالیم. Who is he? او میپرسد Who is he? و کیست؟ Jacob is Dom's brother. Jacob is Dom's brother. و از همه گویم حالتی که جان وین دیزل وعده کرده بود که you will be blown up، همین حالت است که دادر او زیدی او میبارد و لیتی میگوید Jacob is the Dom's brother. Jacob برادر دوم است، یعنی دادر دوم است، دادرش زیدی خودش برآمده است. Let's get to work. Let's go to work. بیاید کار رو سر کنیم، بیاید سر میکنیم. و برمیگردیم تماما به دیگر صحنه وقتی که تش ماشین نو رو میبیند و با حیرانی میگوید Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. التماس با منایی که این پانتیاک فیرو با محرک راکتوی پیوست شده است. پانتیاک فیرو یک نمودی ماشین است در اینجا چخلی که شما میبینید و راکت انجین محرک راکتادور. Impressive. I know. من میدونم این اثر کننده است، یعنی برانگیزنده، این قابل توجه است، یعنی دقت جلب کننده است. No, that's not impressive. نه، این تماما اثر کننده که دقت جلب کننده نیست. Damn, they got a magnet plane? وقتی که جیکوب با ماشین خود از کوه میپرد و اون رو با سمالیت میگیرن، تش این حالت رو دیده میگوید Damn, they got a magnet plane? جین زنند، آنها سمالیت یا اینکه هواپیمای مگنیتی دارند. و در اینجا وقتی که دام از پشت او پریدنی می شود، لیتی از ترس یک تیزگویک می گوید Tell me you're not thinking what I think you're thinking.
Tell me you are not thinking what I think you're thinking. تو فکر نداری آن چیزی که من فکر دارم که تو فکر داری. مثل تزگویا کی توجیکی کی اگر تو مرا بگیری من تو را بگیرم تو مرا بگیری میگیری من را بعد. و در آنجا یک حالتی از همه شوکی که تمام دنیا رو بگیم با حیرت آورد این است که خان بر میگردد و لیتی میگوید Hey guys. Surprise. Nice clubhouse. و خان میگوید نایس کلاب هاوس یک جای خوب جای عجیب و دوستان این بود درس انگلیسی با فیلم فارساش 9 یعنی که فاست 9 تا بازدید و درس آینده با